بتونم درش بیارم خیلی کار کردم. آخ جان آمد گرفتمش. سفیدم هست همش گوشت ماشاءالله. سرش من قشنگ شسته بشه. بیداش خط قرمز منه. کار بردار بیارم من رودانی در بیارم. میخوام پلو ماهی بتمدم. سبزی پلو ماهی میشم. اول باید این چربش بکنم که چربش کردم. سسش زردچوبه، پول بیبر، فلفل سیاه، نمک. تمیزش بکنم. خیلی تازه بود. این جگر زلیخا شد. بذار سوسیس کنم. سوسیس نه، سس درست کردم برای ماهی. عادت کردم از بسی گفتم سوسیس سس رو میگن سوسیس. آمادهش کردم میخوام چربش کنم. سسش کنم بعد بخوابونمش تا حال بشین. جون چی شد؟ این فقط یه خوره باشین تو. البته اینم نگفتم به شما این کله ماهی رو بخوریم فسفر داره خیلی عالیه. حتما از اینم استفاده بکنین که چون برای حافظه هم خیلی خوبه. با شونی تخم مرغ آتیش درست کردم نفتم استفاده نکردم. کته نیم پس شده رو با شیبی دارم قاچیش میکنم دارم پرسش میکنم یه قلب درست کنم برای شما. میگم سیخش هم سیخه. سیخ جگر 6 سیخ جگر 3 ریال. این 2 سیخ ماهی سیخ 100 تومان. خیلی عالیه. من ماهی خیلی دوست دارم. چی در آمد پیش اصلا فکرش نمی‌کردم همچین چیزی اینجا در بیارم ها. من منتظرم پخته شه. خیلی عجله دارم برای خوردنش. چه شکوفه و چه گوشتی و چه فضایی و چه آبی و بابا افتادم تو گوشتا. فقط هم سکوی گوشت بذارمش اینجا. چی در آمد واقعا. جان آخه واقعا عجب چیزی.